امروز میخوایم با دیفکت ها یا همون دونای معیوب یه اسپرسو بزنیم. قهوه امروز تو مهمون من. اینا دونای آفت زده یا همون به اصطلاح اینسکت هستن. این دونای روشن هم قهوه‌های نارس و کال هستن که بهشون میگیم کواکر. این دونا هم که انواع دونای شکستن به اصطلاح بروکنن و یه عالمه دیفکت دیگه. بله، 2 تا دونه از این دیفکت ها با هم توی فنجون میتونه طعم اسپرسو شما رو کامل خراب کنه. تصور کنید مشتری که جذب کافه شما شده میاد اسپرسوشو بخوره و روزشو بسازه، اما این بار قهوهش بد طعمه، جیگرش به خاطر اون پولی که داده و اون طعم بد توی دهانش آتیش میگیره و احتمال داره دیگه به کافه شما نیاد. به این فکر کن هزینه جذب مشتری جدید چقدر زیاده و قهوه مطلوب چقدر میتونه در رشد و پیشرفت کافه شما موثر باشه. اینجا میکافه است و انواع قهوه‌های مطلوب رو برای کافه‌هایی که میخوان سروشون رو افزایش بدن تولید میکنه.